که باید این بازی را سید جان زین‌الدینov قضاوت میکرد، اما داوری احتیاطی دروازه‌بان شروع کرد که باید یک نفر ایستاد در دیوار دفاعی. خلاص پرتاب به داخل جریمه گل، امکانیت بهترین گلزنی، ضربه جانب دروازه، بهترین فرصت بود. علیار شورمحمدov توپ میده، خکور داده ایستاده است، پرتاب به داخل جریمه گل. اما اینجا ببینید که وضعیت بهترین گلزنی به میان میآید. اینجا میتوانست خط با همین طور بازی ادامه خواهد یافت، یعنی در خط دفاع از کنترحمله استفاده میکند استرافشان و خطلان، همچون دسته یک رقم یک بازی خواهد کرد. امکانیت برای دسته استرافشان، ضربه جانب دروازه، بهترین وضعیت بود، ولی بعد از ضربه اگر مستقیم شد در برطرف کردن اون میتوانست عاجز هم ماند. دوستان ارجمند، صداش یک داور بالا میگردد. قسم اول رقابت بین دستای بازیگری که حملهگر است و او در خط هجوم بازی میکند. از میدان سنت الله اسماعیلوف گرفتار شد، بازیگری که در ایتش به فرق از قسم اول رقابت هیچ گونه تغییرات وارد نکرد. بیایید بار دیگر شما رو باید دستا شناس کنیم. بعد از این حالت پرتاب نگردد، امکانیت از داور با نقطه ضربه 11 متری اشاره میکند که ما تماشا کردیم. چنان مینمود که خداداد اوزاقوف توپ را دور کرد و رقیب با پایش ضربه زد تا اندازه. بهروز خیریف، ضربه و گل. دوستان ارجمند، ضربه و گل بدون اشتباه با باوری تام کرامت الله سعیدوف دسته خطلان. اکنون باشد از پنالتی کرامت الله سعیدوف در قسم دوم رقابت پیوست شوی اسدبک زاده به خط هجوم خیلی زیاد به نظر میرسد. پرتافتی و به داخل جریمه گل، ضربه و حمله دسته استرافشان. پرتاف با نبی جان رؤوف فوکم توپ را از خود دورتر میگذارد، وگرنه جمع خود گذاشتم. خداداد اوزاقوف در تنهایی قرار داشت. امکانیت از برای فوتبال باستان دسته خطلا. خداداد اوزاقوف پرتافتی و بر ژانگتن امکانیت گلزنی. همینجا ژان کلود واندام شد گل میزد. گلزنی داشته فوتبال باستان دسته لحظه گلزنی متوجه میشم. حتی دروازه‌بان هم پس سر گشته بود. حمله دسته خطلان، پرتاب به خداداد اوزاقوف، امکانیت از ضربه خداداد اوزاقوف، گل! عبدالرحمن قربانوف تحت رقم 12 به میدان وارد میگردد که اون نیم حمایه‌گر است. متوجه میشویم بار دیگر با پای چپ ضربه زد خداداد اوزاقوف، کمی از موقع خود پیش برآمد. بهروز خیریف و در بر ضربه الهام براتوف از فاصله دور، پرتافت به خط هجوم. از این کنار هیچ کس قرار ندارد تا توپ را صاحب شود. و دوستان ارجمند، داور صداوشتگ خویش را بلند میگرداند. دسته خطلان بعد از تنفس 15 ساله دیگر باره راه پیش میگیرد به فینال جام تاجیکستان در بازی امروزه.